افشای انگشتان نظام روی ماشه. فرمانده میدانی سپاه پاسداران برای کمک به حماس از خاک لبنان کیست؟ علیرضا باقری هستم. من الان دارم میرم به مردم غزه کمک کنم. الان تو جاده غزه هستم. در هفته اول جنگ حماس و اسرائیل، جمهوری اسلامی برخلاف نمونه‌های پیشین نقش آفرینی‌اش را در این حملات تکذیب کرد. اما در روزهای اخیر تغییری در سیاست جمهوری اسلامی رخ داد، چرخشی که از اینجا درس کرد. کی تو ناموسه چی کاری کردی؟ گواد دنیوس کی رو تو ناموسه کی تو خانه؟ وبسایت اکسیوس به نقل از 2 منبع مطلع دیپلماتیک نوشت جمهوری اسلامی از همین کانال سازمان ملل به اسرائیل پیام فرستاده ایران مجبور است مداخله کنه. از پشتار میرم به سازمان ملت آمریکای سیاه، سازمان ملت آمریکای سیاه ملت. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال 2019 نام او را در فهرست تحریم قرار داد. همان موقع در حساب توییتری منتسب به خود اعلام کرد متعهد است زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. اسرائیل به خاک یکسان میکنم. یکشنبه در مصاحبه با الجزیره رسما آمریکا را تهدید کرد و گفت خوش میدم بکنه. آیا او برای رهایی از کابوس صلح روابط تهران و ریاض را قربانی میکند؟ آن سعود چون بچه‌های ما میذاری؟ همه تونه میکنم. دکترین دروغ انکار تو امان با تهدید. مجتبی پورمحسن، لندن.